افسانه شیرکی دلیر. در یک روستای خرد در یانه کوهی بلند شیرک نام جوان همراهی بابایش زندگی می کرد. بام خانه عائله شیرک روی حولی خانواده بود که در پشت سر آنها زندگی می کرد. در این حولی سریا نام دختر با عائله‌شان عمر به سر می برد. باشندگان این دهه قشاقانه روز می گذرانیدند. خانه هایشان گلی، در خانه ها کهنه و فرتود، دریچه هایشان خرد بوده و به آنها برای کشت زمین نمی رسید. زندگی این آدمان سخت و وزنین باشد هم آنها خواهشی به پایان به وادی به زمینهای هموار کوچیده فرامدن نداشتند. در آن وادی شاهی بیرحم و دیوی بدخشم حکمرانی می کردند. دیو طوفانی سختی ریگالود به وجود آورده کاروانهای سرگم شده را به قصر پادشاه رانده می برد. پادشاه کاروانها را تاراج و کاروانیان را اسیر گرفته غلام می کرد. آدمان از دیو و شاه خود را حمایت کرده به کوهها برآمده در آنجا حیات به سر می بردند. آنها باوری داشتند که همین طور از طوفان دیوی بیابان امین می مانند. شیرک و سریا از خردی در یک دهه به وایه رسیدند. مردم دهه شیرک را بسیار دوست می داشتند. وی به کاری همه یاری می رسانید. شیرک آسیای دستی ساخته غله آنها را آرد می کرد. سریا باشد چاکدوزی را دوست می داشت. هیچ دختر مثل او نقش و نگاری زیبا دختر نمی توانست. روز بابای شیرک گفت من برای نبرم غیر از سریا کسی دیگر را مناسب نمی بینم. شیرک سخنان بابایش را شنیده بسیار شاد شد. او چه در سر کار، چه در وقت کشت و چه در وقت خانه سازی همیشه سرود می خواند. آوازی بلند و فارم او تا دورادور پهن می شد. دیو بیابان چند وقت باز کاروان را وانخورده بود. وی در پایان قصر پادشاه که در دامن کوه واقع شده بود زندگی می کرد. روز از قلعه با خشم و غضب بیرون شده قرار داد که از هر وقت دورتر پرواز کرده طوفان برخیزاند و کاروانها را صید کرده به پادشاه هدیه ها بیارد. دیو هنگام پرواز صدای سرودی لطیفی را شنید. وی خاموش شد، باد را باز داشت، اما معین کرده نتوانست که آواز فارم در این وادی از کجا می آید. دیو در روی بیابان خود را به هر طرف می زد. از پس او خاک توده سوزان بلند شد، اما سرودی لطیف و فارم خاموش نشده باز هم بلندتر صدا می داد. دیو نهایت خشمگین شده چرخ زنان گردابی بلند برداشت و تمام بیابان را طی کرد، ولی در هیچ جا سرآینده را پیدا کرده نتوانست. دیو دیوانوار شور زمینی یخبسته بیابان را رفته خاربوته های خشک را به هر طرف پراکنده می کرد. وی سرانجام گرداب را آرام کرد. نور آفتاب در روی شور زمینی یخبسته عکس شده کوهی بلند را روشن کرد.
در این روشنی دیو در بالای کوه یک دیهه خرد را دید و همان دم طوفان ریگی خود را به سوی دیهه روان کرد. دیهه با غبار تاریک پوشیده شد. باد پرشدت سبزه های زراعت را به زمین پخش کرده می شکست. دری خانه ها را پاره می کرد. باشندگان دیهه به واهمه افتاده به محافظت کشتزارهای خود شتافتند. آنها لباسی تنه‌شان را کشیده به سنگ‌های وزنین بسته روی زراعت‌ها را می پوشانیدند. شیرک و ثریا هم سراسیمه‌وار در اطراف کشتزار می گشتند و کوشش می کردند که با علاج زراعت را محافظت کنند. دیو بیرحم یک باره سیدش را دیده شیرک و ثریا را به آغوش گرداب گرفته پایان برد. آنها به دهشت افتاده از قبط گرداب می دیدند که یک کوهپاره به جویبار افتاده پیش راهشان را می پوشد. همین که دیو طوفان را به سوی بیابان گرداند، گرداب غبار پراکنده شده باشندگان دیهه 2 نفر هم دیههشان را پیدا نکردند. آدمان در نزد کشتزارهای خراب نشسته درباره شیرک و ثریا می اندیشیدند و با اندوه به جای نابود شدن جویبار که یگانه سرچشمه حیاتشان بود می نگریستند. آنها جانشان را از هلاکت خلاص کردنی شده از دیار کهنه خود کوچیدند و در جستجوی آب باز هم به بالاتر کوچ بستند. طوفان ریگی دیو بیابان شیرک و ثریا را در نزد کاروان فراورد که در بین غبار تیره روان بود. طوفان همه آدمان و شترها را به آغوش خود گرفته به پیش کشید. دیو بدخشم اسیران خود را بیرحمانه عذاب می داد. آنها را به زیر ریگ تفسان گرفته به چشم و بینی و دهانشان خاک پر می کرد. دیو در تگی قصر پادشاه پنهان شد. از دروازه قصر خدمتگاران و غلامان پادشاه بیرون شده به فراوردن باری پرقیمتی کاروان شروع کردند. به شیرک فرمودند که یک تای باری وزنین را برداشته برد. ثریا را به چشمان پرآبش نگاه نکرده کشاله کنان به طرف قصر بردند. شیرک با دل پردرد از عقب ثریا می نگریست. شیرک در قطار اسیران دیگر به قصر پادشاه بار کشانیده در 2 طرف راه باغی کلانی زیبایی را دید. باغ از درختان میوه‌دار و گلهای گوناگون دلکش پر بود. از تماشای این باغ عجایب دهان شیرک باز ماند و ناگاه پیشپا خورده افتید. نظارچی شیرک را مجبور کرد که از جایش خسته زودتر بار را برداشته برد. شیرک به گپ‌های نظارچی به زور سرفهم رفته از باغ زیبا چشم نکند. وی با دقت نگاه کرده باوری حاصل کرد که در آن باغ همه چیز بی حرکت، 4 طرف تنها از طبیعت غیر زنده عبارت است. در شاخه های درختان میوه های از زمرد و فیروزه ساخته شده آویزان بودند. بوته های زیبای گل هم از همین گونه سنگ های قیمت بها ساخته شدند. قصر شاه با طلا
نقره و سنگهای قیمت بها زینت داده شده بود. آن از شعله آفتاب درخشان شده رنگارنگ جلوه می‌داد. همه آرایش و زیب و زینت قصر ثمره مهنت وزنین اسیر افتادگان بیگناه بود. غلامان در درآمدگاه بلند قصر از مرمر زینه ساخته بودند. نظارچی شیرک را به طرف راست روانه کرد. درآمدگاه‌های بسیاری اطراف قصر راست به انبارهای زیر زمینی پادشاه می بردند. شیرک بارش را برداشته به یکی از این انبارها داخل شد. در آنجا او را بایگری به شماری که پادشاه با یاری دیو غارت کرده بود به حیرت انداخت. به وقتی شب شیرک را در قطار غلامان دیگر به زمینکنی زه بردند. آنها ناعلاج خسته و نیم گرسنه در روی زمینی مثل سنگ سخت خواب کرده سحری باز به کار سر کردند. غلامان بیچاره شبانه به شیرک شکایت کرده گفتند که همه زیب و زینت و آرایشات قصر پادشاه ثمره هنری آنهاست، اما پادشاه به عوض این آنها را همیشه نیم گرسنه نگاه می دارد. در اینجا حال ما از حال سگ هم بدتر است، می گفتند غلامان. وقتی که پادشاه از قصر برآمده در باغ سیر کند ما را مجبور می سازد که گریخته از پیش چشمش دور برویم. کسی که به فرمان اطاعت نکند در حال از جانش جدا می شود. این غلامی طاقت ناپذیر و مرگاور است. به این خیل زندگی ثریا دیر طاقت کرده نمی تواند. فکر نمود شیرک. او تمام شب خواب نرفته درباره فلاکتی به سرشان آمده فکر می کرد. نظارتچی پادشاه به شیرک که جوانی پرقوت و هنوز بردم بود از همه کار وزنین را می فرمود. شیرک به زینه های بلندی در آمدگاه قصر تخت سنگ های مرمری سفید را برداشته می برآورد. شیرک مدت زیادی از تقدیر ثریا به خبر ماند. این احوال خیلی عذابش می داد. اکنون وی باوری حاصل می کرد که غلامان را از زیر اسارت پادشاه تنها مرگ خلاص می کند. روز شیرک تخت سنگی کلانی را برداشته به زینه از همه بالای قصر برآورد و در همانجا کمی استراحت کردنی شد. در پیش چشمان او درون قصر نمایان شد که دیوارهای و ستونهای نقشین داشت و با گلیمهای گلدار آرا داده شده بود. ولی نظارتچی شیرک را دم گرفتن نمانده زده خیزاند. شیرک به زور پایهای خسته شدهش را کشاله کرده باز به کشانیدن تخت سنگهای وزنین مشغول شد. ناگاه او دستانی باریکی را دید که پنجره زندان را می داشتند. بعد از این روی رنگ پریده و چشمانی درخشانی کسی به پنجره جذب شد. شیرک، شیرک، بیست، به من گوش ده. آوازی محزونی ثریا به گوش شیرک رسید. در این زندان مرا مجبور میکنند که دم نگرفته چاکدوزی کنم. از زخ و تاریکی چشمانم خیره شده ایستاده است. ما همیشه نیم گرسنه ایم. شیرک، من دیگر طاقت کرده نمیتوانم.
به گوش شیرک آوازی ناله ثریا رسید. شیرک برابری دیدن روی دلبرش یک باره به اضطراب آمده به زیر بار گران افتاد. وی به خیستن حرکت نکرده به سخنان ثریا گوش میداد. شیرک می گفت: ثریا دیروز در اینجا یک کنیز پیر قضا کرد. وی پیش از مرگش گفت که در تگ این قصر دیوی بیابانی زندگی کرده به هر کاری پادشاه یاری می رساند. بایگری به حساب پادشاه با یاری این دیو به دست آورده شده است. کسی که دیو را مغلوب کند پادشاه را هم مغلوب کرده می توانسته است. دیو از آب می ترسد. وی حتی از یک قطره آب بیمار می شود. بعد هر یک طوفان سخت وی 3 روز بیمدار شده می خوابد. علاوه نمود ثریا. در همین وقت نظارچی غلامی افتیده خوابیده را دید. وی به پیش شیرک آمده او را قمچین کاری کرد. شیرک گویا که از خواب بیدار شده باشد سرش را برداشت. وی با تخت سنگی در پشتش بار کرده شده به زور از زمین خسته به پنجره آهنین زندان چشم دوخت ولی کسی را ندید. شیرک را بعد این واقعه تمام شب خواب نبرد. از پیش نظر او سیمای ثریای در زندان تاریک گرفتاری مشقت دور نمی شد. نگاهی چشمانی غمگین و پرنمی او دلی شیرک را می سوزاند. جان می دهم و ثریا را خلاص می کنم. من باید غلامان را از اسارت آزاد کنم. اما چطور؟ فکر می کرد شیرک. بعد این وی به غلامان درباره روایتی هنوز در ایام بچگی از بابایش شنیده که وادی سبز خرم را توصیف می کرد، درباره سخنان کنیزی پیر که امروز از ثریا شنیده بود نقل نمود. بیایید برای نیست کردن دیو حرکت میکنیم. ما آن را مغلوب کرده میتوانیم. میگفت شیرک به غلامانی به اضطراب افتاده. به این هم عمری غلام دراز نیست. شیرک جسارت تو در دل ما شراره امید را شعله‌ور میکند. ما به تو یاری میدهیم. میگفتند غلامان از 4 طرف به مبارزه تیار بودن خود را نشان داده. شیرک هنگامی زمین کنی درباره قوه بزرگی دیو بیابان فکر میکرد. چطور بدقهرانه کوهپاره ها را چپه کرده پیش آب را بند کردن دیو پیش نظرش می آمد. وی می دانست که در بین گرداب آدمان را گرفته با دیو مبارزه بردن آسان نیست، ولی وی نغز می دانست که قوه نیکی بر قوه بدی غلبه می کند. غلامانی به عذاب و مشقت و هلاکت ناگزیر دوچار شده چاره دیگر نداشتند. آنها به همین قرار آمدند که به سوی منزل دیو خندق کنده او را به آب غرق کنند. غلامان زیاد شبها دم نگرفته از تگ زمین راه میکندند. شیرک هم کار میکرد و هم به غلامان راهبری میکرد. نهایت وی در پسی دیواری تنوک در نزد منزل دیو ایستادنش را حس کرده قرار داد که اول دیوار را کمی سوراخ کند. در بین غبار راه زیر زمینی از سوراخی فقط غبار خاکسترنگ نمایان شد. شیرک
از سوراخی نگاه کرده دید که جسد نمایان است. همین وقت غلامان به او خبر دادند که وقتی به بالا برآمدند رسیده است. شما به بالا برآیید، من از همه آخر می روم. از سوراخی چشم نکنده گفت شیرک. دیو در روی پوست پلنگ به حضور خوابیده بود. شکم او مخلوق بدهیبت از هرهور هشتگدارانش پست و بلند می شد. شیرک زود سوراخی را محکم کرده به بالا برآمد. همان شب بعدی کاری وزنین روزانه شیرک به غلامان خبر داد که راه کافته آنها به مسکن دیو بیابان می برد. اکنون راهی نیست کردن دیو را اندیشه کردن ضرور است. غلامان درباره از بین بردن دیو فکرهایشان را پیشنهاد نمودند. اکثر غلامان می گفتند که خانه دیو را از آب چاه که در چقوری کنج دورترین قصر پادشاه واقع است پر سازند. با آب یک چاه مسکن دیو را پر کردن دشوار است. گفت شیرک. او را به خشم آورده نابود کردن خطرناک است. وی در این حالت قصر پادشاه و در برابر این همه ما را نابود می سازد. بیایید راهی دیگری به سوی کوه کافته کوشش میکنیم که جریان آب به سوی مسکن دیو روان شود. علاوه نمود شیرک. غلامان از تگ زمین به سوی کوه راه کندند. دیو بیابان یک روز از ریگ طوفان کلان خیزاند. گرداب بلندی را به رقص درآورده بعد این کاروان کلان را به زیر غبار تیره پیچانده همراه بار و بونش به قصر پادشاه روانه کرد. غلامانی نو از دست دیو به عذاب و مشقت دچار شده به شیرک و همراهان او درباره چگونه طوفان دهشتناک را خیزانیدن دیو نقل کردند. شیرک گفت وقتش رسید، به مبارزه سر میکنیم. شماره ما روز از روز زیاد شده ایستاده است. بعد از این شیرک به همراهانش خبر داد که تا به کوه رفته رسیدن راه پاسبانان قصر را او آگاه کرده است. همه آنها به ما یاری میرسانند. گفت شیرک. نصف شبی شیرک به همه غلامان فرمود که گریخته به بالای کوه برآیند. درهای قصر و زندانها بی صدا گشاده شدند و آدمان بیرون برآمده به سوی کوه روان شدند. شیرک از همه آخر از پس آنها می رفت. ثریا، تو در همین جایی؟ فریاد زد او. من در همین جایم، گفت ثریا به طرف شیرک دویده. آدمان روی دادن حادثه عجیب را نگران شده به همدیگر جوز شدند. برادران، گفت شیرک به آنها مراجعت نموده، همه ما می دانیم که از کوههای بلندی پربرف آبی زیاد جاری می شود، ولی کوهپاره های به پیش جریان آب پرتافته دیو نمی مانند که آب به دشت و وادی روان شود. بیایید همه امون یک جایه خرسنگی بر روی قصر آویزان را تیله می دهیم. خرسنگ را کمکک تیله داده بودند که از پهلوی آن شیلدیر کرده آبی کلان جاری شد. بالاتر برآیید، خرسنگ های دیگر را تیله می دهیم، گفت شیرک. آدمان پیوسته بالاتر برآمده خرسنگ ها را تیله می دادند و از تگی هر کدام خرسنگ آبی کلان فواره زده جاری می شد. صبح دمید. همه غلامان به قله کوه رسیده بودند. آنها از آنجا می دیدند که
آبی چشمه ها به هم آمیخته با سرعت خرسنگ ها را غلانده به پایان جاری می کنند. آفتاب برآمد. آب به شرشره عظیم مبدل شده خرسنگی در روی قصر پادشاه آویزان را از بیخش کنده پرتافت. خرسنگ بر روی سنگ افتاد. سیلاب از بالای آن گذشته آرامانه به طرفی بیابانهای تشنه‌لب روان شد. شیرک گفت قوه آب از چشم داشت ما هم زیادتر برآمد. وی در یک لحظه قصر را پخش کرده ما را عمرباد از اسارت پادشاهی بیرحم و دیوی بدهیبت آزاد کرد. این واقعه را دیده بعضی ها ناله و فریاد برداشتند. ما چی کار کردیم؟ ثمره مهنت خود را برباد دادیم. می گفتند آنها. برای این غم خوردن لازم نیست، گفت شیرک. همه آن خیلی زیبا و پرقیمت ولی صنعی و بیجان بود. اکنون ما زمین ها را آبشار می کنیم، باغ های سبز و خرم شکوفان می شوند، کشتزارها را ساز می کنیم. گفت شیرک تخمی در کار، ما تخمی نداریم. می گفتند آدمان غمگینانه. تخمی هست، گفته پیرمرد آواز برآورد. وی از سازنان از کوه فرامده به سوی انبوهی آدمان می آمد. بابا جان شما آمدید، گفت شیرک به پیرمرد و همراهان او که پدر و مادری ثریا بودند. همه باشندگان کوه از کارهای دلیرانه شما خبر یافته آمده ایستادند، گفت پیرمرد. وی خلطه را به بالای سرش برداشته سخنش را دوام داد. من تمام عمر تخمهای کمیاب درختان میوه‌دار و غله‌دانه را جمع کردم. بیایید آنها را در این سرزمینی آزاد شده کشت کنیم. از همه جا نداها بلند شدند. ما دیو بیابان و پادشاه را نیست کرده آزاد شدیم. بیایید اکنون یک جایه و یک دلانه کار کرده زندگی کنیم. بسیار آدمانی از دست دیو به کوه ها گریخته هر نمود تخمی ها را با امید فردا نگاه می داشتند. اسیران آزاد شده فرصت را از دست نداده به کار سر کردند. دیگر در روی این سرزمینی سبز و خرم طوفان و گردباد نمیخیست. دستان توانای زحمتکشان آن را به چمنی دلارا تبدیل دادند. بعد از این غلامان آزاد شده و گریزه‌های در کوهستان پناه برده در منزل‌های نو و باغ‌های شکوفان شاد و خرم زندگی می‌کردند. انا همین بود افسانه امروزه ما. شاد و فیروز باشید. به کانال ما آبونه شدن را فراموش نکنید.